شب 26 ایون سال 2023 در شهر قسقلین مرکز ماموری نویه قرسوی ولایت الماتو قزاقستان واقع در تقریبا 20 کیلومتری غرب شهر الماتو یک زن 44 ساله محلی جسدهای دو شهروند تاجیکستان را با علامت‌های مرگ مجبوری پیدا کرده است. یکی از این مهاجران کشته شده 34 سال و دومی همگی 27 سال داشتند. با گمان قتل آنها یک شهروند دیگر تاجیکستان سال تولدش 1980 دستگیر شده است. در این باره روز 3 ایول سال 2023 در صفحه‌اش در اینستاگرام باروژان الینوف سردار دپارتمنت پلیس ولایت الماتو خبر داد. شب 26 ایون سال جاری ساعت 00:50 دقیقه به اداره پلیس نویه قرسوی شهروند زن سال تولدش 1979 خبر داد که در شهر قسقلین در یکی از خانه‌های خصوصی جسدهای دو مرد را با زخم‌ها پیدا کرده است. معاین کرده شد که جسدهای یافته شده جسدهای شهروندان تاجیکستان سالهای تولدشان 1989 و 1996 می باشند. در صادر کردن این جنایت یک شهروند دیگر این جمهوری سال تولدش 1980 گمان بر می شود. در جریان چاره‌بینی‌های فوری جستجویی کارمندان پلیس گمان بر شونده را معاین و او را دستگیر کردند. در حال حاضر او در تفقیقگاه موقتی یا ایویس قرار دارد. خبر داده است سردار پلیس ولایت الماتو بنا به اطلاع او این پرونده در روی خط یگانه تفتیشات دادگاهی پلیس نویه قرسوی بر اساس ماده 99 قسم 2 کودکس جنایتی قزاقستان با اتهام کشتار 2 نفر ثبت شده. تشخیص‌های لازم طبی و دادگاهی مقرر کرده شدند و تفتیش دادگاهی آغاز یافته است. به شهروند دستگیر شده تاجیکستان بر اساس قسم 2 ماده 99 همچون جزا از 15 تا 20 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید می‌کند. تفصیلات دیگر قضیه معلوم نیست. نام کشته شده ها و همین طور نام نفر گمانبر در قتل آنها نیز نشر نشده است. قزاقستان بعد روسیه دومین بازار بزرگ کاریابی برای مهاجران کاری از تاجیکستان به شمار می‌رود. همچنین ده‌ها هزار از مهاجران تاجیک که بر روی خطای سیاه روسیه افتاده برای چند سال از حق سفر به روسیه محروم می‌شوند تا زمان به پایان رسیدن مور زپرت به جستجوی رزق و روزی به قزاقستان می‌روند. بنا به حساب‌های غیر رسمی در قزاقستان بیش از 200,000 نفر از زادگان تاجیکستان کار و زندگی می‌کنند.